در تاجیکستان طرح نو قانون تنظیم و جشن و مراسم به اجرا درآمد که ماده 18 قانون از این به بعد واردات، فروش، تبلیغ و در مکانهای جمعیتی پوشیدن لباس برای فرهنگ ملی بیگانه را منع میکند. اما لباس برای فرهنگ ملی بیگانه چی معنی دارد؟ در قانون بجز از این عباره خشک شرح دیگری در این باره داده نشد و معلوم نیست که آیا منظور تنها لباس مذهبی یعنی ستر و حجاب است. این هم جدا کرده نشده است که آیا سخن درباره لباس مردانه می رود یا زنانه. از این لحاظ برخی در تعجب افتادند که مگر آن لباس ملکی اروپایی از جمله کاستوم و دامنهایی که برای مثال منصبداران، کارمندان اداره‌های دولتی یا دانشجویان میپوشند، مگر نمیتواند همچون لباس به فرهنگ ملی بیگانه ارزیابی شود؟ از پلوس از روز قبول این قانون از سوی مجلس نمایندگان در طول بیش از یک ماه تلاش کرد تا شرح وکیلان پلات پایانی پارلمان درباره این قانون از سوی خود آنها قبول شده را به دست بیارد که آیا در واقع لباس به فرهنگ ملی بیگانه کدام لباس است و این قانون نو مشخصاً ممنوع پوشیدن کدام لباس را در نظر دارد. تنها بعد آنکه روز 22 میلیون سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به این قانون بحث برانگیز امضا گذاشت، وکیل مجلس نمایندگان موجب جعفری در مصاحبه با از پلوس شرح داد که منظور فقط منع ستر و حجاب نیست، بلکه پوشیدن برخی نوع‌های از باز لباس اروپایی نیز در تاجیکستان منع کرده می شوند. خانم جعفری گفت اکثر مردم فکر میکنند که در کشور تنها پوشیدن حجاب و ستر منع کرده شده است. این چنین نیست. به غیر از ستر و حجاب، پوشیدن لباس سیاه دراز عبای که از کشورهای عربی آمده است نیز منع کرده می شود. همچنین برخی نوع‌های لباس اروپایی از جمله شیم‌های دریده جینز، لباس ازت کوتاه تنگ و سر سینه‌اش ازت گشوده یعنی دیکالته نیز منع کرده می شوند. این همه چاره‌ها با مقصد پیشگیری از تاثیر فرهنگ بیگانه است. این در حالی است که در قانون تنظیم بجز از عباره بیگانه یگان نوع لباس ممنوع یا اصلا مشخص کرده نشده، شرح هم داده نشده است. موجب جعفری سوال میگذارد که لباس ملی تاجیکی ما چه بدتری دارد که زنان و دختران لباس بیگانه را به لباس گذشتگان خود برتری میدهند. وکیل پارلمان تاکید کرد که لباس ملی تاجیکی خلاف معیارهای دینی نیست و تاجیکان را همچون ملت در عرصه جهانی معرفی میکند. خانم جعفری همچنین تاکید کرد که قبول این قانون به معنای نیست که اکنون از سر زنان و مادران رویمال آنها کشیده خواهد گرفت. ولی افزود این وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هرچند همچون کشور دنیوی دموکراتی بر ارزش‌های دیگران احترام قائل است، ولی هر ملت بر ارزش خود برتری میدهد. خانم جعفری از کمیته زنان و طراحان لباس خواست تا لباس‌های ملی بدوزند که شیرین و زیبا و مقبول همه زنان و دختران باشند. از زمان به اجرا در آمدن طرح نو قانون تنظیم اینک 2 هفته گذشت. یادآور میشویم قبول این قانون موج واکنش‌ها در داخل و خارج تاجیکستان را به دنبال داشت و حتی چند تن امامان افغان و دست کم یک فرمانده صحرایی طرفدار طالبان تهدید کردند که برای به ضد حکومت تاجیکستان اعلان جهاد میکنند.